سلام به همه نون دوستای عزیزم. اگر دنبال یه نون صبحانه خوش عطر، خوشمزه و سالم هستی، این ویدیو مخصوص توه. امروز قراره با همدیگه یه نون صبحانه جو درست کنیم، اما قبلش یه نکته مهم رو در مورد خود جو باید بهت بگم. جو یکی از غلات خیلی ارزشمنده که توش پر از فیبر محلوله، به خصوص بتا گلوکان. این فیبر باعث میشه که احساس سیری طولانی مدت داشته باشی، قند خون کاهش پیدا بکنه و حتی کلسترول بد هم کاهش پیدا بکنه توی بدن. برای همین نون‌هایی که پایه جو دارن هم سالم‌ترن هم دیرتر خشک میشن. اما یه اشتباه رایج بین بیشتر نونواهای خونگی هست که میان به جای آرد جو از جو پرک آسیاب نشده استفاده میکنن، در حالی که این دوتا با هم دیگه زمین تا آسمون فرق دارن. جو پرک قبل از خشک شدن بخارپز میشه و این باعث میشه که نشاستش ژلاتینه بمونه. برای همین وقتی از آرد جو پرک توی نونمون استفاده میکنیم، رطوبت توی خمیر میمونه و نون نرمتر میمونه. اما آرد جو چون که پخته نمیشه، خودش بیشتر رطوبت رو از خمیر دریافت میکنه و این باعث میشه که نون سنگین‌تر در بیاد. پس اگر میخوای یه نونجوی واقعی و نرم داشته باشی، حتما از آرد جو پرک آسیاب شده استفاده کن. توی این ویدیو کامل بهت نشون میدم که چطور با ترکیب آرد نون قوی و آرد جو پرک آسیاب شده چطور یه نون خوشمزه و خوش عطر بپزی که تا 2 روز بعد هم نرم بمونه. تمام مواد خشک و عسل رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. ترکیب آب و شیر رو توی چند مرحله به مخلوط آردیمون اضافه میکنیم و با هم مخلوطشون میکنیم. حواسمون هست که تمام رطوبتمون رو یک جا اضافه نکنیم تا خمیرمون شل بشه. وقتی مواد با هم دیگه ترکیب شدن، ورز ساده میدیم تا زمانی که مواد یک دست بشن و سطح خمیرمون یک کوچولو صاف بشه. وقتی خمیر کمی صاف شد، کره نرم شده که توی محیط مونده بود رو به خمیرمون اضافه میکنیم، با هم مخلوط میکنیم و ورز دادن رو ادامه میدیم تا زمانی که خمیر من به یه تست کشش خوب و قابل قبول برسه. حالا خمیر رو چونه میگیریم و توی ظرفی که چرب کردیم قرار میدیم، روش رو میپوشونیم و بهش استراحت میدیم تا زمانی که حجمش 2 برابر بشه. وقتی که خمیرم کامل حجم گرفت، سطح کار رو چرب میکنم، خمیر رو روی سطح کار منتقل میکنم، با کف دستم آروم به صورت یه مستطیل بازش میکنم و بعد خمیر رو رول میکنم. در انتها قسمت پایین خمیر رو دوخت میزنم و داخل قالبی که چرب شده قرار میدم. یه مقدار با پشت انگشتام فشار میدم تا خمیر کف قالب بخوابه. روی خمیر رو میپوشونم و زمان میدم تا خمیر به 2 سانتیمتری بالای قالب برسه. حالا وقتشه که روی خمیر رو با شیر رومال بکنم و جو پرک رو روی خمیرم بپاچم. حالا خمیر رو توی فری که از قبل با 180 درجه کامل گرم کردم قرار میدم و زمان میدم تا 30 تا 35 دقیقه کامل بپزه و سطح نونم طلایی بشه. برای اینکه مطمئن بشید خمیرتون پخته، از یه دماسنج مایعات میتونید استفاده بکنید. به محض اینکه از فر آوردید بیرون، نون رو داخل مغز خمیر بذارید. دمای مغز خمیر باید بالای 95 درجه باشه. سریع نون رو از قالب خارج بکنید، روی توری خنک کننده بذارید تا کامل خنک بشه. زمانی که خنک شد میتونید برش بدید و ازش استفاده کنید. ممنون که کانال نان ما رو دنبال میکنی و ویدیوها رو لایک میکنی و کامنت میذاری تا ویدیوهای جدید هم بهت نشون داده بشه و بتونی ازشون استفاده کنی.